شرطنامه آماده است. این شرطنامه برای لط و کوب کردن شما تهیه شده است و باید این لحظه به نوار گرفته شود. 3 مرد آوازخوان سرشناس ازبک را به این شکل تهدید کردند. آوازخوانی که اکنون رو به سیاست آورده تلاش دارد در کشورش پرزیدنت شود. آنها برای ثبت نوار لط و کوب شما تا $15,000 پیشنهاد میکنند. دوربین های نظارتی در کارگاه آوازخوان آتاجانوف در استانبول ملاقاتی را که 17 مرد در اینجا صورت گرفته است ثبت کردند. این لحظه در دستگاه ثبت نوار و میکروفون رادیو آزادی هم ثبت شده است. جهانگیر آتاجانوف آوازخوان سرشناس ازبکستانی ماه ینور سال گذشته اعلام کرد که ترک سرایندگی میکند و گفت نقشه دارد در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر کشورش نامزدیش را پیشبری میکند. البته چنین هشدار و تهدیدها در تاشکند هم بودند، اما با شیوه‌های کمی نرم‌تر. هشدارها از سوی مقامات و هم بچه‌های کوچه صدا می‌داد. آنها می‌گفتند به سیاست مشغول نشوید، شما پدر و مادر و فرزند دارید. در ازبکستان عدالت وجود ندارد. به این ترتیب تهدیدهای غیر مستقیم بودند. اکنون ببینید در یک ماه زندگی من در استانبول چی رخ می‌دهد. مردان ناشناس با آتاجانوف هشدار دادند که هر قدمی او تحت نظارت است و اگر او به ازبکستان برگردد برای خود مشکل می‌خورد. شما بعد 4 روز به تاشکند می‌روید. درست است برادر؟ آنها شما را در آنجا منتظرند. گوش کنید، ما همه جوانیم. آشکار میگویم که آنها به ما پول پیشنهاد کردند. نه تنها به ما، بعضی چچن‌ها هم هستند. شخصانی هستند که آمادند برای نوار لط و کوب شما پول دهند. 15 روز باز شما را تعقیب میکنند. آتاجانوف میخواهد در انتخابات پرزیدنتی 24 اکتبر به رئیس جمهوری ازبکستان شفقت میرزایف رقابت کند. میرزایف سر از سال 2016 پس از مرگ پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف ازبکستان را رهبری می کند. میرزایف خود را همچون رهبری اصلاحاتگرا معرفی می کند، ولی از زمان به دست آوردن استقلالیت در سال 1991 تا به امروز در ازبکستان یگان حزب واقعی مخالف ثبت نام نشده است. حامیان حقوق حمله های اخیر به مناقضان حکومت را محکوم می کنند. روز 28 مارس در پی حمله افراد نقابپوش میرعزیز بازاروف حامی حقوق ازبک با جراحت‌های عضوهای درونی، پای شکسته و سکته مغزی در بیمارخانه بستری کردند. میرعزیز بازاروف با نظرهای انتقادی خود نسبت حکومت و جانبداری از همجنسگرایان شناخته میشد. او را پس از آن لط و کوب کردند که یک چاره‌بینی تشکیل کردهش در تاشکند به هم خورد. افرادی که در استانبول آوازخوان آتاجانوف را برای نقشه‌های شرکتش در انتخابات پرزیدنتی تهدید کردند میگفتند با صلح به نزدش آمدند و نمیخوان او را لط و کوب کنند. آنها به آوازخوان پیشنهاد تشکیل صحنه قلبکی لط و کوب را کرده. گفتند با استفاده از رنگ و بار چهره او را زخمدار و لط و کوب شده نشان داده به نوار میگیرند. آتاجانوف از این حادثه به پلیس ترکیه خبر داده است و تحقیق آن شروع شده است. وی نیت دارد که به ازبکستان برگردد و از تصمیم خود برای پیشبری نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان دست کشیدنی نیست.